سلام به همه دوستان عزیز. به کانال از شکست تا موفقیت خوش آمدید. امروز در این ویدیو درباره موضوعی بسیار مهم و الهام بخش صحبت خواهیم کرد. موفقیت یکی از اهداف همه ما در زندگی است. اما آیا می‌دانید که چه راههایی برای رسیدن به موفقیت وجود دارد؟ در این ویدیو به بررسی چند اصل اساسی برای کسب موفقیت خواهیم پرداخت. شماره 1. هدف گذاری. برای رسیدن به موفقیت لازم است ابتدا هدفهای واقعی و قابل دستیابی برای خود تعیین کنید. هدف گذاری دقیق و مشخص شما را در مسیر درست قرار می دهد و انگیزه مورد نیاز برای پیشروی را به شما می دهد. شماره 2. برنامه ریزی. برنامه ریزی مهمترین قدم در راه رسیدن به موفقیت است. با برنامه‌ریزی دقیق می توانید مسیری را به سمت هدفتان برای خود ایجاد کنید و به طور مداوم به سوی آن حرکت کنید. شماره 3. تلاش و کوشش. موفقیت همراه با تلاش و کوشش زیاد است. باید آماده باشید تا تلاش کنید. به تلاش خود اعتقاد داشته باشید و از هیچ گونه تحقیر کوچکی برای تلاشتان دریغ نکنید. شماره 4. یادگیری و بهبود مداوم. برای رسیدن به موفقیت لازم است که تمایل به یادگیری و بهبود مداوم داشته باشید. همیشه سعی کنید تجربیات خود را بررسی کنید، از اشتباهاتتان یاد بگیرید و روز به روز بهتر شوید. شماره 5. انگیزه و اعتماد به نفس. انگیزه و اعتماد به نفس دو عامل بسیار مهم در راه رسیدن به موفقیت هستند. باید به خودتان اعتماد کنید. با انگیزه باشید و از هر چالشی که پیش رویتان قرار می‌گیرد عبور کنید. شماره 6. اثر بخشی در مدیریت زمان. مدیریت زمان مهارتی است که برای کسب موفقیت بسیار حیاتی است. باید بتوانید وظایف خود را به خوبی برنامه‌ریزی کنید و زمانتان را به طور هوشمندانه مدیریت کنید. از فعالیت‌های بی‌اهمیت و وقتگیر دوری کنید و به وظایفی که برای رسیدن به هدفتان مهم هستند اولویت بدهید. شماره 7. ایجاد شبکه ارتباطی. داشتن شبکه ارتباطی قوی و مفید می تواند در رسیدن به موفقیت بسیار مؤثر باشد. برقراری ارتباط با افرادی که در زمینه مورد نظر شما تجربه و دانش دارند می تواند به شما کمک کند تا از تجربیات آنان بهره برداری کنید و در مسیر موفقیت بهترین راه را پیش بگیرید. شماره 8. انعطاف پذیری و تطبیق. در مسیر به دست آوردن موفقیت ممکن است با تغییرات و چالش‌های غیرمنتظره مواجه شوید. باید به انعطاف پذیری و تطبیق با موقعیت‌های جدید و تغییرات آماده باشید. تسلیم نشوید و به جستجوی راه حل‌های جدید و خلاقانه بپردازید. شماره 9. تفکر مثبت و امیدواری. تفکر مثبت و امیدواری نقش بسیار مهمی در رسیدن به موفقیت دارند. با اعتقاد به قدرت خود و طرح‌ریزی درست می توانید با چالش‌ها روبرو شوید و به سوی هدفتان حرکت کنید. شماره 10. پشتکار و استقامت. پشتکار و استقامت در مسیر رسیدن به موفقیت بسیار ارزشمندند. هیچ راهی به سمت موفقیت بدون مواجهه با مشکلات و ناامیدی‌ها پر از گل و لاله نیست. باید تسلیم نشوید و با پشتکار مداوم و استقامت به هدف خود پی ببرید. در آخر به یاد داشته باشید که موفقیت یک مسیر پرپیچ و خم است و ممکن است با شکست‌ها و چالش‌ها همراه باشد. اما هر شکستی فرصتی است برای یادگیری و رشد بیشتر. برای همیشه بهترین خود باشید و به همراهی ما در این سفر به سوی موفقیت ادامه دهید. به کانال ما سابسکرایب کنید و زندگی خود را به رنگ موفقیت پر کنید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.